تمرین 77. تمرین 77 تمرین گام ر با فاصله سوم هست. فا دیز و دو دیز. ر، فا دیز، می، سول، فا دیز، لا، سول، سی، لا صفر، لا، دو دیز، سی، ر، دو، می صفر. حالا ر رو یک گذاشته، میم پایین، ر، فا انگشت سوم با فاصله چون فا دیز داریم، می، سول، می دومیه، سول چهارمی، می، سول، فا، لا، فا انگشت سوم، لا رو سیم اول، سول، سی، سول انگشت چهارم، سی انگشت دوم، لا، دو، لا اولیه، دو انگشت سوم ولی با فاصله چون دو دیز داریم. حالا برمیگردیم ر چهارمیه، سی دومیه، ر، سی، دو، لا سوم اول، دو، لا، سی، سول، سی، سول انگشت چهارم، لا، فا، لا، فا سوم با فاصله، سول، می میشه انگشت چهارم، انگشت دوم، سول، می، فا، ر سوم اول، فا، ر، می و صفر زده و پوزیشن اولی پوزیشن تموم، دست میاد بالا، می، دو دیز، ر، سی، دو، لا، سی، سول، لا انگشت چهارم، فا، سول، می و خود ر هم دست باز.